جمهوری ازبکستان با حساب می‌روند. بازی از مرکز میدان شروع می‌شود از جانب بازیگران تیم نوراسان قرقیزستان که بولی بوسای سرخ امروز هنر نمایی دارند. مقدونیای شمالی دسته ما سه بازی مهم انجام داد. امکانات خوبی گلزنی برای بازیگران تاجیکستان ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می‌شود. اینجا داور اشاره می‌کند که ضربه کنجی است. این مسابقه یکی از مرحله‌های جدی آمادگی اینجا معلوم میشه که توپ از بازیگران ما از میدان بیرون شده است. شاید داور کمی اشتباه هم کرد. موقعیت برای بازیگران قرقیزستان و دروازه‌بان ما محمد عبدالهدف خیلی عالی بازی کرد. پرتاب محمد جان طاهری بسیار عمالی به کنار راست میدان 4 نفر در جای مگو فرصت بسیار خوب اما مسرور غفورов با توپ رسیده نتوانست. شاید چند سانتی متر برای او کفایه نبود که با سر توپ رو به درون دروازه قرقیزستان روان کند. بیاد متوجه میشم شیرافغان سعیدov خیلی ارسالی خوب با مرکز جریمه یک دقیقه اضافه کرده داور و انجام رسید و همینطور نیمه اول رقابت بین دسته های نوراسان قرقیزستان و تاجیکستان به پایان میرسد. حساب شده نشده است بیننده عزیز و ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دوم. دوستان عزیز و ارجمند به قسم دومی فخوری میانی دسته های نوراسان تاجیکستان و قرقیزستان برمیگردیم. اینجا ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه است که ولی یک نفر را فریب داد در کوشش دوم دروازه‌بان را فریب داده نتوانست. حمله های بازیگران ما ادامه میکند. باخوایف بسیار گزارش خوب و پنالتی به یگان شک و شبهه اینجا پنالتی تعیین کرده می شود با دروازه دسته قرقیزستان. داور ضربه 11 متر تعیین نمود. آماده است بازیگر ما که ضربه را اجرا کند. ضربه مسرور غفورov و حساب شده می شود 1-0 دوستان ارجمند. مسرور غفورov خود ضربه پنالتی آورد خود اون را انجام داد. هم باید بهای بلند دهیم که در میان دو نفر خیلی خوب توپ رو در اداره خود نگاه داشت و موفق شد که اون را تا به جریمه‌گاه آورده رساند. هم عکس حمله ما مسرور غفورov فوزاد است اکنون او در مقابل یک بازیگر خط دفاعی دسته قرقیزستان و موفق هم می شود. مسرور غفورov رو فیره میدید. پرتاب مسرور غفورov امکانیت برای بلال بابویف و ضربه او به دروازه‌بان برمیخورد. باز هم امکانیت خوبی گلزنی استفاده نمی شود از جانب شاگردان زیندین رحیموف. زیندین رحیموف هم حالا در استراحت است. ببینید چگونه پاس بود به بلال بابویف. پرتاب بلال سلیمانوف ضربه و گل. حساب 2-0 دوستان ارجمند. شیرافغان سعیدov فوتبالباز رقم 6 حمایتگری دسته نوراسان تاجیکستان و چگونه فوتبالبازان ما فرصت خوبی گلزنی پیدا کردند. پرتاب کاپیتانی دسته ابوبکر سلیمانوف با گل زده شیرافغان سعیدov به انجام رسید. ادامه حمله منصور غفورov و ضربه اجرا میشد اما به نتیجه گزارش مسرور غفورov خیلی هم عالی بود.
ва ҳаминтар вақт ва анҷом мерасад дӯстони арҷманд. тими наврасони тоҷикистон бо ҳисоби 2-0 бо голҳои задаи Масрур Ғафоров ва Шерафкан Саидов дар бозии нахусти худ дар муқобили тими наврасони Қирғизистон пирӯзӣ ба даст овард. Барор мехоҳем ба дастаи наврасони 16 соли Тоҷикистон ба шогирдони Заинди Раҳимов дар бозиҳо дар пеши зода.